باز یک بار دیگر جشن پرچم ملی مبارک باشد. پرچمی ننگ و نامی ما بارای جسم و جانی ما روزیایی چشم و دل پرچمی پایانی ما پرچمی ننگ و نامی ما بارای جسم و جانی ما روزیایی چشم و دل پرچمی پایانی ما بازوشا رنگی برن سبز و سفید و لالرن بازوشا رنگی برن سبز و سفید و لالرن نشده منی پسرو لامدو مای صداره جون دخترانی باقو نازکرش مداره سفیدی پاک تازگی جمهوری رنگ های سفید، سرخ و کبودی بارد است و هر یک سبز، هر یک شخص میتواند از این رنگ ها افتخار نماید که رنگ سبز این سرسبزی تاجیکستان است و رنگ سبز رنگ سرسبزی تاجیکستان، رنگ سرخ این رنگی که این یک چشمه از خون شهیدان است که در جنگ شهروندی از تاجیکستان مثال برای حمایه تاجیکستان نفرهایی بودند که جانداری ها کردند و همچون رنگ سفید این بخت سفید است، اقبال سفید. چی معنا داره؟ بله. نشانه دولت است. بهترین روزای برای ما، برای ما امی پرچم به روزه کشیدم. ما در بسیار مقبوله. ما فخر میکنم که امی خیلی پرچم ماندم.